فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهرمون فاطمه سوالشون این بود که بدعت مهر گذاشتن از کی شروع شده و چطوره؟ ببینید درباره نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم یک حکمی هست که ایشون روزانه 5 وقت نماز میخوندند و تمام مردم میدیدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم به چه صورتی نماز میخونند. از نظر شرعی و حکمی که وجود داره رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که به من 5 مورد داده شده که ملت‌های قبلی داده نشده بودند. یکی از اون موارد این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من مسجد قرار داده شده و پاک است. این هر جا که من برسم نماز بخونم پاکه. و عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم اون گونه که الله متعال بهشون دستور داده بود نماز میخونن. در هیچ یکی از روایات شیعه و سنی وجود نداره که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم شخص ایشان یا اصحاب بزرگوارشون یا اهل بیت ایشان مهری رو در جیب خودشون داشته باشند و هر جا که میروند رو اون مهر نماز بخونند یا دنبال سنگی باشند، سنگی پیدا بکنند و بر اون سجده بکنند. بلکه برعکس در روایات شیعه و سنی اومده که اهل بیت رسول الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روی حصیر، بر روی سجاده نماز میخوندند بدون از اینکه مهری رو در واقع بگذارند. پس بنابراین این بدعت مهر گذاشتن یک بدعتی هست که مانند بدعت‌های دیگری که متاسفانه در میان تشیع پیدا شده، مانند صیغه و مانند خمس و مانند موارد دیگری، حتی موارد اعتقادی که اضافه کردن، این هم اضافه شده و به احتمال زیاد این در زمان حکومت آل بویه بوده که بیشترین خرافات و بدعات سرچشمهشون از اون زمان به بعد در واقع آشکار شده. اما در احادیث صحیح رسول الله، در سیره و سنت رسول الله و صحابه و اهل بیت این هیچ گونه در واقع اصلی رو نداره و هیچ جا ثابت نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم روی مهر در واقع نماز خونده باشه.